مقدم میگفت اگه برای پاس شدن درس بخونی پاس نمیشی، ولی اگه برای 20 بخونی حداقل پاس میشی. راستم میگفت. از بچگی واسه هر چی تلاش کردم شد، با اینکه خیلی وقتا تو مسیرش زخمی شدم ولی رسیدم. مثل اون سال که توی منطقه بهترین تیم فوتبال ما شد. دقیقای آخر بود که قبل اینکه توپم گل بشه از پوش زدم، افتادم، ولی اون توپ قهرمان منطقه‌مون کرد. همیشه یاد گرفتم مهربون باشم. شاید بعضیا به معنی تو سری خور بودن معنیش کنم، ولی من همیشه اینجوری بودم. وقتایی که داد و بیداد میشد من سکوت می‌کردم. وقتی همه چی آروم میشد قشنگ بود. مثل غذاهای داغ خونگی مامان. بعد صدای دعواش برام داغ میکرد. بابام الکی بهش گیر میداد، دعواش میکرد. آخه اون خیلی مهربون، خیلی. منم مثل همون شدم. اگه کسی مسخره‌ام میکرد یا کسی به محل نمیداد، ولی من همیشه بودم. جوری که معلما یا رفیقام منو به قلب مهربون صدا میکردن. واسه یه پسر خیلی بده ها، خیلی. تا مریم دختر همسایه. آره دختر همسایه‌م. یادم وقتایی که از درخت بالا میرفتم، خب من از ارتفاع میترسیدم. آره من از ارتفاع میترسم. برای شاتوت میکندم و میرفتیم تو حیاط و میشستیم و میشستیم به خوردنش. همیشه بهم میگفت با اینکه من میبینم تو از ارتفاع میترسی ولی برای من این کارو میکنی. تو خیلی خوب، خیلی. مگه از مریم هم بهتر بود که من تعریف کنم؟ نه. تنها کسی که با مهربون بودن من مخالف بود آقا جون بود. همیشه میگفت خر از خاک خودشو که کور میشه. به این آدمو مهربونی نیومده. مثل قیصر. آقا جون از اون دوتیای قدیم بود. اصلا با اون بود که من عاشق سینما شدم. یادم اولین بار اون بود که راجع به من با خانواده صحبت کرد. میگفت اینو بنویسین کلاس. ولی بابام میگفت درس که نمیخونه. واسه فوتبالش هم که قید هزینه‌اش همش یه وری میاد خونه. دیگه بازیگریشو کجایی دلم بذارم؟ فضاش کثیفه بابا. این یکی رو نمیخوام امتحان کنه. اونم کی؟ پسر حاج محسن. از اون موقع بود که ورق نوشت. درس خون شدم. هر روز میرفتم باشگاه، بعدش میرفتم ویدیو کلیپ فیلم بگیرم. شام میشستم ببینم تا روزا بتونم جای شخصیتاش جلو مریم بازی کنم. همه چی خوب بود تا مریض شدم. ولش کن، اصلا داستانش طولانیه. ولی بهتره بگم که هیچ وقت نه به مریضیم اشاره کردم نه مسخرم کردم، چون میدونستن من آدم مهربونیم. میدونی به قول خانم مقدم معلم کلاس اولم که میگفت اگه برای پاس شدن درس بخونی پاس نمیشی، ولی اگه برای 20 بخونی حداقل پاس میشی. تنفر دارم
از تکیه دادن به دیواری، از تکیه دادن به شونه معشوق خیالی، توی ذهنم شعله‌ای از توهم که تنها نمیذاره حتی تو زمان تنهایی. ای بغضه مونده تو گلو و سینه من، ای سرفه های پر از دود و پر از خونه من، ای رویای بردن بازی سرنوشت، این پرنده تو قفس دق کرد ازم. جهان یک بار است و تو 100 بار مردی، قبول کن که 100 بار را تو مردی. ای لغزیدی یا سر خوردی، ایستادی و باخت را از نو بردی. صدای همسایه‌ها رو که میشنوی میفهمی چقدر درد دارن جمع بالا و پایین، چقدر فرق میکنن. راست میگفت همسایه بهشون، میگفت از خدا رو شکر شما هم صاحبخونه شد. کسایی که از بالا میان از شهر اجاره نشینا میان اینجا و صاحبخونه میشن. ما فقط اون بالا داریم اجاره میدیم. منظورش تاوان زندگی هم بود. هر کسی که میترسید بهش میگفت اگه بار اولته که میای اینجا، بهش گفتم اگه تو چند بار اومدی اینجا؟ خندید، نگام کرد. پس بالاخره اومدی. خیلی وقت میشد نیومده بود اینجا. چقدر شکسته شد، چقدر موهات سفید شدن، چقدر موهات بلند شدن. خب چه خبر؟ چی شد؟ یادی عمّا کردی؟ مگه من میشناسی؟ گفت اون موقعی که میومدی من تازه 2 سال میومده بودم اینجا. تو با پولت میومدی و بدون پول برمیگشتی. من هر روز میدو به جون انگار از ما میترسی. حالا که دیگه صدا رو میشنوی که نمیترسی نه؟ نه. باشه راحت باش. راستی چی شده دوباره اومدی اینجا؟ نمیخوای بگی؟ چی؟ اینجا با بالا خیلی فرق میکنه. آدماش کاری ندارن. دیوارش هیچ تغییری نکرده.
اومده آدمای بالا. آها یعنی اومدی خونه بگیری؟ نه اومدم یه سری چیزا رو خواب کنم برم. خوبه. من اون موقع وقتی حالم بد میشد میومدم اینجا یه صندوقچه داشتم، همه حال بدیمو خاک میکردم و میرفتم. ولی الان دیگه 7 سالی هست که اینجا خواب. یه موقعی در صندوق رو باز میکنم و خاطراتم رو مرور میکنم و بهشون میگم که چه چیزایی منو اذیت میکنه. اون موقع نمیفهمیدم و مثل الان تو. ولی اگه همین الان اینجا نبود حوصله‌ام سر میرفت. میدونی خونه من از خونه همه اینجا قشنگ‌تره، چون من همه سختی‌هایی که اون بالا کشیدم و اینجا کار کردم. خونه تو هم خوشگل میشه. مراقب خودت باش. اونجا بود که فهمیدم قبلا داشتم پوست می‌داختم و الان باید کتی حتما بکنم که برای هیچ کس و هیچ ارزشی نداره. یادم مامان بزرگی هم همیشه تعریف میکرد، میگفت قدیم ترها بچگی بودیم شب که میخواستم برامون لباس بگیرن یه 3-4 سایز بزرگتر میگرفتن که یه چند سالی بیشتر نگهشون داریم. و منم الان باید کتی و تنم بکنم که 24 سال تنمه. هرچی کوچیکتر میشد تنم میکردم که هیچ درش نمی آوردم. ولی این کت دیگه قشنگ نیست برای کسی. کت مهربونی و آدم بودن دیگه به درد نمیخوره. میدونه انگار از مود افتاده یا ماهیت یه سری کلمات از بین رفته، مثل عشق، زندگی، خانواده، تلاش، امید، همه چی. تو این چمدون لعنتی باید چیزایی رو خاک کنم که زندگیمون نابود کردن. میدونی؟ زندگیمون نابود کردن. مثل خاطرهایی که خرابم میکنن، مثل عکسایی با لبخند. آره یا تک کاغذایی که نامه‌های زندگیم توشونه. آره نامه‌های زندگی. یا همون عکسای لعنتی که آلبوم روزای خوشی تلخمه. مثل این توپ لعنتی که فقط برای رسیدن بهش جون کردم ولی نرسیدم. مثل همین زندگی سگی جوونی که به هر کی میرسی باید بگی بگذرن و این همیشه بگذره نمیگذره چون فقط خودت میکنه. میدونی بعضی وقتا دلم میخواد مثل سابق ابر تو درباره الی برگردم بگم، داد بزنم بگم بابا نترسین، من دیگه حالم از این بدتر نمیشه. من خوبم، ادامه میدم. ولی حتی یکی نبود که همینا رو بهش میگم. میدونی بعضی وقتا فکر میکنم اگه نشده بسازم شاید وقتش نشده. خدا رو چه دیدی نمیدونم، شاید دیدی داریم کت میشم با لازم کرد. شاید خدا فقط برای کتابا و داستانا نباشه، شاید فقط برای سجاده مادر بزرگ نباشه، شاید فقط برای خوبا نباشه که برم براش گریه کنم. آخه واقعیت دیدم که بعد مریم عشق بچگی میگن آدمو توی زندگی 3 بار عاشق میشن. 1 عشق مادر، 2 عشق کودک، 3 عشق بالغ. من به سومشم رسیدم. انگار تنها جایی بود که خدا بغلم کرد. ولی ترس کلید انداختن توی در خونه و دیدم. میگم به هرچی فکر کنی میشه، ولی منم تصمیم گرفتم دیگه فکر نکنم. یعنی فکر نمیکنم که زندگیم زیر خط فقره یا پسر حاج محسن بازارم که زیر بالا پر همه جوونا رو گرفت ولی منو نه. چرا؟ چون دلقکم. یه کسی که میگفت این اگه شمال خواهد کنی شمال میشه سیستان. چرا؟ چون تو زندگی سمت هر چی رفتم شکستم. عشقم به هنر، عشقم به فوتبال، عشقم به زندگی، عشقم به خانواده، عشقم به کارم، عشقم به همه چی. ولی این بار نه. میدونی به قول بهرام افشاری تو اجرای جوجه تیغیش که میگفت ولی من بسنده کرده بودم زندگیمو به 2 حرف. 1 شانس مال آدمیه که تا آخرین لحظه تلاش میکنه. 2
پایان همه چیز خوبه. اگه پایان یه چیزی بد شد نگرانش نباش، چون پایانش نیست. پس ادامه دارم اگه نه خاک میکنم این قلبه، ولی برمیگردم. ببین نمیخوام بگم یادم نمیاد، چون دقیقا یادم میاد. یادم اولین باری که بهش گفتم میخوامت، همه کپ کرده بود که گوشی رو قطع کرد. بهش تکست دادم گفتم چی شدی؟ نمیتونم صحبت کنم حتی همین لحظه. مثل فیلم ها شده بود ولی یه فرقی داشت. بهش گفتم برای یه استیکر حلقه میفرستم، اگه منو میخوای فقط لایک کن. از این ساده تر. از اون موقع بود که دیگه حلقه‌شو در نیاورد. گفت خودم درش نمیارم، مگه اینکه بمیرم از دستم درشون بیارم، ولی من خودم این حلقه رو درشون نمیارم. ولی همین دیروز بود که هر چی دلش خواست رو گفت. برگشتم دوباره به همون چند سال پیش، ولی یه فرق داشتم. این بار اون که صداش گرفته بود نمیتونست حرف بزنه. سلام عزیزم. سلام. خوبی قربونت برم؟ مرسی. چه خبر؟ چی کارا میکنی؟ رفتی سر کارت؟ مرسی. رو چرا اینجوری حرف میزنی؟ چیزی شده؟ نه چرا گیر میدی به هم؟ آره اصلا شده چی کار میتونی بکنی؟ هیچی. مثل همه زندگیت فقط میری و برمیگردی. دیگه نمیخوام چیزی بگم. یعنی چی؟ اصلا میفهمی چی داری میگی؟ میخوای بعداً حرف بزنی؟ نه من که نمیفهمم بعدم هم نمیفهمم. اصلا نمیفهمم. راست میگی. اگه میفهمیدم تا زندگیمو حروم تو نمیکردم. حروم چی؟ که نه کار داره، نه پول داره، نه جایگاه اجتماعی داره، هیچی نداره. فقط فکر میکنی دو تا قربون صدقه مسخره بده یعنی زندگی، یعنی عاشقی. آینده رو که نمیشه با عشق ساخت. با تو هم نمیتونم. تویی که ننه بابات به اهمیت ندادن من دادم. من برای مادری کردم جایی که نقش دوست دختر یا پارتنری خودم داشته باشم. خسته شدم از دست خودم حروم چیزایی کردم که تو بهشون اهمیت ندادی. مثل همون فوتبال، مثل همون سیگار لعنتی، مثل هنر، مثل هر چیزی که میگفتی تو منو اینجوری دیدی و باید قبول کنی. چی قبول کنم؟ فقط وعده برید الکی دادی. فقط قول دادی. منو احمق فرض کردی. فکر کردی من همیشه میمونم. نه دیگه نمیخوام ببینمت، نه صدا تو بشنوم. فقط یادت باشه که من تنها کسی بودم که میگفتم تو یه چیزی میشی. میشنوی؟ من! ولی اشتباه کردم. تو هیچی نمیشی. فقط حرف میزدی که عاشقی هم بلد نیستی بابا. فقط قولدانی میکردی و گیر میدادی. الانم میدونی حرفی نداری یا سکوت کردی. یه بیشتر از این نه خودتو اذیت کن نه منو. میدونی منم گیر نیستم. میرم با کسی که قدرمو بدونه، کسی که بچه است، فقط میخواد زندگیشو یه جوری بگذرونه. نگرانم نباش، توی بیخیال هیچ چیز نمیشه. میگذره برات. الان مست کردی اومدی اینجا نشستی اینا رو میگی که یعنی مثلا خیلی زندان خوبی هستی. هست نیستم. نقش زندانبانم تو دوست داری به من بده. تو واقعا زندان. فقط
فقط وقتی بهت گفتم میخوام ازت جدا شم اومدی سراغم. تنها روزی که از خونه اومدم بیرون پیدا شد. مگه غیر اینه؟ آره بگو. الان یه هفته است که من اینجام. تو حتی نیومدی ببینی من زندم. این دیگه خیلی معرفتیه. همه این مدت تو این فرمانده موندم، هر شب از پشت میدونی چه وقتی خواب بودی وایسادم نگات کردم. من یه هفته از نخوابیدم. دقیقا همون کاریه که یه زندانبان میکنه وقتی عاشق زنده میشه. اذیتم نکن، آدم اصلا خوش نیست. ولی من دیگه بر نمیگردم تو این خونه. باشه خواه، هرچی تو بگی، هرچی تو نشدنی واکنش دسته هر لحظه دست کار خواستم. کار چی میکنی؟ هنوز زن منی. من فقط اون کاغذ تو منی تا ابد. حق نداری یه طلاق فکر کنی. بازم بول داری میبینی همه اینایی که راجع بهش میگم. آقا میدونی چرا نمیشه که آدم عاشق باشه ندونه الان باید چی کار کنه. من عاشقتم هستم. من عاشقتم من هستم. من عاشقتم. تو هم عاشقتم. تو باید بری خونه. یعنی چی؟ کجا برم؟ تو اینجایی من کجا برم؟ تو هم عاشقمی مگه نیستی؟ نیستم. هستی؟ دیگه نیستم. یعنی چی دیگه نیستی؟ دیگه عاشق نیستم. یعنی چی؟ زنها تا لحظه آخر میجنگن ولی وقتی یه چیزی براشون تموم میشه دیگه تموم شد. من عاشقتم. دارم بهت میگم، دارم با صدای بلند دارم داد میزنم بهت میگم عاشقتم. دارم میگم عاشقتم. تو نمیخواد داد بزنی، آروم بگو. بگو در گوشم بگو. بگو تو رو خدا بهم بگو عاشقمی. بگو عاشقمی. خواهش میکنم خودتون. آره راست میگی، من علاف تو علاف با آقای نامردت که من سر کار میذاره تا برات خواستگار بیاره. خودش چه گوهی بوده وقتی میخواست نامرد تو بگیری که من الان نیستم. خودش چه گوهی بوده نیستم واسه من شرط میذاره. بی معرفت من چی کار کردم تو این 4 ساله؟ چی کار باید میکردم که نکردم؟ چی کار میتونستم بخورم که نکردم؟ من میخواستم اینجا باشم؟ کی الان طلب داره، من یا تو؟ خوزت بود، سرتو بالا میگرفتی تو دانشگاه با من راه بری. الان من اون بر خیابون وای میستم تو از دانشگاه بیای بیرون. من موندم تهران واسه کی؟ ها؟ واسه کی؟ آتیش عشق تو منو کورم کرد. منو برد از تو دورم کرد. اینو خستم شدم اما منو باز از نو جوونم کرد. چقدر سختی ها فقداره یک جا، چقدر نوشته تلخه بیجا. چقدر چشمم خیره به در باشه وقتی جسمم اینجاست و روحم همه جا. جهان یک بار است تو 100 بار
عاشق هر 100 بار را تو بردی، هی لغزیدی و لغزیدی و سر خوردی، ایستادی و بخت را از نو بردی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم. سلام. چند روز چشم دوختم به گوشیم که شاید یه پیام ازت ببینم و باورم شه که همه چی یه خواب بود. یه خواب تلخ که فقط تو میتونستی منو ازش بیدار کنی. پاشو بیدارم کنی که اگه خواب بمونم به خدا قسم تو همین خواب نمیرم. سلام. سعی دارم که قانعت کنم این راهی که داری میری اشتباهه، ولی انقدر غرورت زیاده که فکر کنم کم کم خودم دارم قانع میشم. من الان چجوری سرم تو بازار بگیرم بالا؟ چجوری بگم پسر محسن اینقدر ضعیف بود؟ حرف مردم چی؟ هیچ وقت آدمی با عرضه‌ای نبودی، ولی من تو رو با تمام احمق بودنت دوست داشتم. گفتم رفیقمه، یه احمق بی عرضه. حتی جرأت زندگی کردن هم نداشتی. ما با هم حالمون خوب نبود. تلاشمون برای بهتر کردن حال هم یا ناراحت نکردن هم دیگه هم کافی نبود. اما من بخوام رفتار کنی که بعد از تو بخوام تا آخرم فکر کنم دوست داشتنم کار سختی، خیلی بود. میگردم واسه نقطه ذوق قهر. اونا هنوز لبخند تو ندیدن. Canada,